خودتو معرفی کن. من 14 سالمه، امیر حیدری هستم. پرسیدین که کتاب ها به چه درد میخورن. کتاب ها اینجوری هن که خلوت یکی از مهمترین اصلای زندگی انسان بچه بسا رسیدن به موفقیت شاید داخل یه بوره از زندگی باشه که کسی کنارت نباشه و فقط خودت باشی. خلوت جز مهمترین اصلای زندگی. پس کتاب ها خلوت تو از یه 4 دیواری به یه جهان تبدیل میکنن، نه صرفا یه شهر یا یه جهان، یعنی خودت خدای جهان بشی. چی از این بهتر؟ و شخصیت منسجم و استدلال آور میدن. کتاب ها متفکرت میکنن. تفکر مهمترین چیزه توی زندگی انسان. آدم خوشبخت کسی نیست که صرفا پولی داشته باشه، پول زیادی داشته باشه، یه زندگی خیلی خوبی داشته باشه. آدم خوشبخت اونه که از گذر زمان ندامت و پشیمانی نداشته باشه. کتاب ها با متفکر کردن تصمیم درست و جلو راه قرار میدن که خود تصمیم درست رو بگیری و انسان خوشبختی بشی. تو چند سالته؟ خودتو معرفی کن.